حاجی جان امشب استانبول پای تلویزیون باش منره توی برنامه احسانشون اصل جدید ببین. هی کرونا تره باد بیفته، همه رو بیکار کردی. یا مکه مکرمه. ها چیه تو رو؟ بیداش چرا عطسه میکنی؟ کرونا گرفتی؟ من تو رو نگفتم بیرون نرو؟ آقا تو رو نگفتم؟ ای خدا حساسیت فصلی فهیم. بیا من گرد بگیر، بیا من بزن. آقای بلغاز شما این عطسه رو داری میکنی 1 متر سه بلند داری اینه رو بذار جلوی دهنت دیگه. خجالت نمیکشی بی تربیت؟ چشماش دکتر. بی تربیت. آقا جان من شک دارم شما ناقل هستی. فاصله رو یاد کن. ناقل چشیه؟ فوشه؟ ناقل که دوی جان من ناقل بچه ناقل آبجی جان داداش آبجی اینه شما بگو بی زحمت بگو من بلد هستی یا نه. او داداش تو نمیدونی ناقل چیه؟ همسایه بغلی ما بود کرونا داشت ولی علائمش نداشت. من بلد نیستم. 700 رو شما رو کی یاد داد؟ محلقا خانم. نیست من اومدم. اژدها وارد می شود. بریم برای اجرا. سرمایداری سرلمداری بابا مرد نبردی پهلو مردی عشق جنگی مست پرنگی خوره نبردی که سر بشکرمی شکست باشود با صابون او همش دست به او هر روز بس هوایی سد مریم داری پرستاری شکست تنه بدون فدایی داری ویروس کرونا برش در بود. اگه تو ایمان نشدی مدون میبود تو میده نرو جان پرستار میده نرو جان پرستار آخشه من دستت نکنه با این همه باز فدایی داری. خیلی اتفاقات جذابی. سخت اجرا رو دیدین آریا من رأی سفید داد. مگه داریم آره داداش تو افتخار خانواده معمولی هستی. بیتوش خاک تو سر تو الهی خیلی نبینی. فندک تو جیب تو شکار میکنه الهی بی مادر شی تو سیگار میکشی؟ درمو سیگار کشی. ای خدا فندک رحمان رحیمه. اینا را ولکم پایین بذار من شمع را روشن کنم. نو اول ضدعفونی کنم فندکه بعد فندکه را. چی شما من رو نگاه میکنید؟ من سوختم بعدم سوختم. من دارم به قهقه ها میرم هیچ ننگی از این مطلع نیست. فقط بزنید برم من. شما برین تیتراژ پایانی رو ببینین.